اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. مسائل و احکامی که امروز بیان می گردد در پاسخ به سؤال برخی از مؤمنین است که سؤال کردند در صورتی که قسمتی از بدن میت باقی مانده باشد آیا وظیفه چیست؟ مثلا غسل، کفن و نماز بر این قطعه واجب است یا نه؟ این خودش چند صورت دارد. در صورتی که قسمتی از بدن که قلب در او قرار دارد مانند سینه و استخوان‌های سینه که قلب انسان در او جا دارد، این قسمت باقی مانده باشد، قسمت‌های دیگر مانند سر، پاها و دستها کاملا از بین رفته باشد، تمام احکام میت بر او جاری است. مثلا واجب است که او را غسل دهد و همچنین کفن نماید و نماز بخواند و او را با امو شرایطی که گفته شد دفن نماید. و اگر قسمتی باقی بماند که غیر از سینه، این دو صورت دارد: یا اینی که مشتملی بر استخوان هست و یا اینی که استخوان ندارد، تنها قطعی از گوشت باقی مانده. در صورتی که استخوان داشته باشد، مثلا پای میت باقی مانده شده باشد و یا اینی که یک وقتی به خاطر مرض شکر و سایر مرضها دکتر پا و یا دست میت را قطع کرده باشد، در این صورت چون استخوان وجود دارد باز هم او را غسل دهد، یعنی غسل های سه‌گانه میت را بر او جاری نماید و بعد از آن ببیند که اگر این قطعه باقی مانده از جمله اعضایی است که حکم تحنیط را دارد، یعنی حنوط را، مثلا اگر تنها پا باقی بماند او را غسل دهد و بعد از او تحنیط نماید. مثلا بر سر انگشت پا که موضع حنوط است و او کافور بماند، بعد از آن با پارچه او را بپیچد و در جای دفن نماید. و در صورتی که خب نماز ساقط است، در این صورت نماز واجب نیست. و در صورتی که قطعه از بدن گوشت خالص باقی مانده باشد، هیچ گونه استخوان در او وجود نداشته باشد، در این صورت می تواند او را شستشو دهد و با یک پارچه پیچیده و در زمین دفن نماید. والحمد لله رب العالمین.